برای مثلا میشه که رسم رواج از یک کس را بگوین که از سفر میآید یا یک کسی که عروسی میکنه یا در یک خانواده ای که طفل به دنیا میآید و یا هم کسی که روز اولش به دانشگاه میره. از این رسم رواج هر کدامش به یادتان هست؟ بر ما یک قصه کنین. نه مش به یاد من نیست. تا جایی که ما هم مدت طولانی میشه که اینجا زندگی میکنم. رواجای مردم تاجیکستان خیلی زیباست. مثلا یک طفل که مکتب میره بسیار خوب برش پیشواز میگیرن، پایانداز مندازن، لباس چیزای مقبول برش میخرن. و از یک دوست ما شنیدیم گفتن وقتی که یک مسافر از راه دور میاد برش مهمانی میگیرن، مهمان نوازی میکنن در حقیقت خیلی است. از شما باید نبود از این رسم یک شب بگوین؟ نه تشکر، زنده باشید. سلام. السلام. خوب هستید؟ ساز رحمت شما. اسمتان چیست؟ نتیجه ما. بسیار خوب. ما امروز آمدیم بیرون که همراه مردم صحبت کنیم و در مورد رسم رواج زیبای تاجیکستان ازشان بشنویم. دیگه اینا شما هر رسمی از رسم چه خانوم قشنگ مشخص، خب چه خانوم مهربونی، مادر قشنگ مشخص، مادر مهربون و سخت‌کوش و کاریه. رواجای تاجیکستان بیاتونه بر ما بگوین. چه برای چی بگم آخه؟ مثلا رسم رواج یکی از رسم رواجای عروسی میشه بگوین، یا رسم رواجی که یک کسی از سفر میاد یا که در یک خانواده طفل تولد میشه. خیلی ما رادون میگیریم میبریم، تولد خانه میبریم، ای تولد خانه بعد ماشینا زکس میکنیم، بعد پفک تمامی شیرینی همین خیلی چاکلت از این همه چیز میگه پفک از این همه چیز شیرینی و نمیدونم شام و نهار و هیچ غذا و پپا و اینا میگه پفک قشنگ مشخصه که خودش هم پفک خوره. وای میکنیم با گشته خونه اوچه دختردار میاد، با 40 روز نگاهش میکنیم، با میگیریم با گوره کورپچه با میگیریم با خونه همون داماد میبریم. باز حتما فامیل مادرش برش لباس و چیزا میتن، کورپچه میکنه، گوره میکنه، با خودش لباس میکنیم، گودک دا لباس میکنیم، کلچه کلان میکنیم، قلمه میکنیم، ستیلا دا ارزق میکنیم، گندم بیریون میکنیم، خیلی سیتکچه ها دا خیلی انا ماشینچه پوپشی مونکا دا پوپشی ها تفلانه میکنیم، همشه وای میکنیم میگیریم میبریم. بسیار خوب. یکی از زیباترین رسم ها در تاجیکستان است. و رسم رواج افغانستان هم وقتی که طفل در خانهشان تولد میشه، بعد از اینکه از شفاخانه رفتن یک مدت که گذشت، مثلا 10 روز یا 15 روز که هم مادر صحتمند شود، باز رسم دارن که به نام رسم شب 6. این مراسم میگیرن که هم از فامیل مادرش تمام اعضای فامیلش میآید، خویشاوندایش هم از فامیل پدرش، باز یک روز تسجیل میکنن و کسایی هم که اشتراک میکنن برای طفل تحفه میارن، مثلا اشمود یا امود بخیری هستن. 20 روزه میشه کودک 40 گریزان میشه. میگه 20 روزه که میگذره 40 گریزان همچین چیزی، بچه که به دنیا میاد واسش مراسم میگیرن. ما هم تو ایران یعنی تو زاهدان شب 6 داریم. زگیش هم خیلی تشکیلی میکنن و انا از ما هم این رسم داریم. این البته بعد از اینکه شب 6 هم میکنن باز این رسم با 9 روزگی کودک میره و یک 9 روزه میشه و کودک حتما در پشت گوره ای پسی گوره باید یک آدم همون روزی نهش باید روزی نهم ای پسی گوره یک کس خوره و هم ای طرف تو همون 9 روزگیش ای یک طرف ایو، بعد روزی 9 روزگیشید ای او طرف میشه باید دی طرف ها همون بیگه همه خش تور ای طرفی خشتومنش میویا که بیگه برووردن 9 روزگی ای طرفی خشتومنش میویا، ای طرفی ما میستیم، بعد 9 روزه 10 روزه کشید با همه خونهاش میروه. چه مراسمات جالبی واسه اینکه بچه به دنیا میاد که تاجیکستان دارن. خیلی خفن و جالب. چیلا نگاه میکنم. و این رسم چلگریز اینا که میگن ایران هست مثلا. مادم هست. در روز که 10 روزه میشه طفل باید یک بار مادرش گرفته از خانه بیرون ببریش. و اما تو در 20 روزگی و 30 روزگی همچنان این 30 روزه خرد تسجیل میکنن، فقط یک بار باید از خانه برای، ولی با 40 روزگیش کلانتر میگیرن. مثلا
اما مادر با طفل خود و اعضای فامیل شوهر خود خوشویش است با اینا همیشان بیشتر مهمان خانه مادر عروس میشن. 46 در خانه مادر عروس میرن. ما هم 40 روز در خانه امو مادر مستیم. من همی میدونم که نمیدونم دیگه. همه رسم رواجای ما شما زیبا هست و خیلی نزدیک به هم دیگر است. فقط در بعد ما یک زبان هستیم که ما یک زبانیم. افغانستان تاجیکستان ما هم وقت نغز میبینیم دوست میداریم هستن هم خیلی هم خواستیم که این فرهنگ مشترک ما را به تصویر بکشیم و قصهش از زبان خود شما بشنویم. سلامت باشید. تشکر، زنده باشید. ما هم بچه رسم و رسومات جالب زیاد داریم. خب شب عروسی همون هم 3 شب بود قدیما، ولی الان یه شبه، یعنی شب سوم که البته با تختی میگیم بهش که بعد از عروسی عروس داماد رو که به خونه میکنن ما میگیم به خونه کردنش. خب عروس داماد میرن داخل خونه و یه کارایی میکنن و روز بعدش صبح بلند میشن و دیگه پسر شاه شده که میگن، یعنی مرد شده، دخترم زن شده و اون شبشو پاتختی میگیریم. هر کی کادوی چیز داره میاره. چاکر بچه‌ها، امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه. چاکر بچه‌ها، لایک و کامنت و ساب یادتون نره، سابسکرایب کنید و مشترک شین و جوین بشین. چاکر بچه‌ها، تا دیداری دیگر، بدرود.